الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سروران گرامی و ارزشمند، امروز ماشاءالله طوفان جاری شده و چون این حدود خاکی هست و به هر حال خاک میریزه سر مردم عزیز نمازگزاران. و منم حدیث یادم آمد که یک شخصی داشت میرفت و به سمت مسجد برای نماز جمعه و کسی دیگر به او گفت که صحابی دید او را. گفت شما کجا می روید؟ گفت مسجد می روم برای نماز جمعه. گفت که من از آن حضرت صلی الله علیه وسلم شنیدم که هر کسی بره در راه الله تعالی و انقدر نزد خدا ارزش دارد که غباری که بر بدن او میریزه، بر سر و صورت او میریزد، الله تعالی او را به جهنم، آتش جهنم که به جای خود به دود هم جهنم، دود جهنم او را مس نمی کند. و لحاظا مژده است که به هر حال امروز سر شما غبار میریزه و اگر قبلا ما می دانستیم که هوا اینطور طوفانی میشه مسجد آمادگی میکردیم و به هر حال پیشبینی نبوده زیاد و روی این به هر حال الان باید تحمل کرد و نماز انشاءالله کوشش میکنی که زودتر برگزار کنیم و هم امیدواریم که انشاءالله طوفان اجازه بده الله تعالی که نماز برگزار بشد. حالا که غبار ریخت به سر ما اشکال نداره، در راه الله تعالی هست، برای منافع مادی و منافع شخصی ما نیست.
صبح یک عزیز مسافری بود، تشریف آورد و ملاقاتی کرد و آخری لحظه گفت که من شما یک نصیحتی بکنید. صحبت دل من یک مسائل آمد و اونجا نبود فرصت، من مختصری چیزی عرض کردم و در همین راسته مسائل را عرض می کنم که بالاترین وصیت و نصیحت آن است که با الله تعالی زندگی کنیم، ما با خدا باشیم. و ایشان اگر جمع کنند هم خوبه که مدریت بود. با خدا زندگی کردن که خدا را ما داشته باشیم و خدا را در هر جا هستیم در نظر بگیریم. در داخل کشورمون هستیم، در داخل خانهمون هستیم، بیرونیم، در اروپا زندگی کردیم، در امریکا زندگی کردیم، در چین و جای دیگه زندگی کردیم، شرق یا غرب، با خدا زندگی بکنیم و نگیم که اینجا نمی شود، اینجا فضای دیگری، ماحول دیگری و اینجا نمیشه که خدا را نگهداری کرد و با خدا بود. نه عزیزان من، هر جا باشیم ما یا همه جهانیان، هر کس باشد، هر فرد، زن، مرد، پیر، جوانه، باید الله تعالی را در نظر بگیره و خدا را داشته باشه، خدا را حامی خود، پشتیبان خود داشته باشه با خودش و نگهداری رب العالمین به آن است که ما از الله تعالی غافل نباشیم، خدا را همیشه یاد کنیم. و انا معه اذا ذکرنی، الله تعالی می فرماید که من با بنده هستم وقتی که من یاد می کند. من با الله تعالی می فرماید که من با بنده همراهم وقتی که بنده در یاد من هست. شما تا لحظه ای که خدا را یاد می کنید، تا زمانی که خدا را یاد می کنید، نام خدا را می گویید، تسبیح می گویید، ذکر می کنید و هر کار نیک در واقع جز یاد الله تعالی است و خصوصا خدای تعالی را ذکر می کنید، خدا با شما است. تا او زمان خدا با ما هست که ما با حق باشیم و جانب حق بگیریم همیشه. خدا تا او زمان با ما هست که ما واقعیت ها را در نظر بگیریم، حقائق در نظر بگیریم، چشممون را از واقعیت ها نپوشیم، در تمام مراحل زندگی عدالت و انصاف در نظر داشته باشیم، حرف منصفانه بزنیم. اگر نیاز افتاد به داوری و قضاوت، داوری و قضاوت ما عادلانه باشد، منصفانه و بیطرف باشه. ریش سفیدان، معتمدین، علما، قضات، جمیع کسانی که مردم به اونها مراجعه میکنن برای قضایایشون
و اونها میخوان بین مردم قضاوت بکنن، عدالت تا در نظر بگیرند. خدا تا او زمانه با انسانه که انسان با الله تعالی باشه، با حق باشه، راست بگوید و دروغ نگوید، نفاق اول بکند، گرفتار نفاق نشود، وعده خلافی نکند، عهد شکنی نکند، عهده ها را نشکند، معاهده ها را. حق و حقوق مردم را در نظر بگیرد، چرا که الله برای خود انقدر ناراض نمی شوند و قهر نمی کنند که برای بندگانش وقتی حق بندگان کسی ضایع بکند، بر مردم ظلم بکنه، بر مردم زور بگوید، بر مردم اجحاف بکنه، تا او زمان الله با انسان که انسان الله را داشته باشه و مراعات کنه الله تعالی لا، و به بندگان الله ظلم نکند، به حیوانات ظلم نکنه، به منابع طبیعی و محیط زیست را که الله خلق کرده و پیدا کرده برای حیوانات، برای انسانها، این منابع طبیعی را و محیط زندگی را از بین نبرد و برباد و تباه نکند. بسیاری بر این مسئله توجه ندارند که جنگل ها را از بین بردن، مراتع و مرتهای حیوانات از بین بردن، و این قابل پسند، مورد پسند رب العالمین نیست، بلکه ظلم هم بر انسانها و ظلم بر حیوانات و تعدی بر محیط زیست، و محیطی که باید حیوانات و زنده ها انجا زندگی بکنند. تا او زمانه الله با بنده است که بنده الله را ویل نکند. اگر بنده گرفتار تکبر بشه، اگر بنده گرفتار غرور بشه، دارای قدرت، توانایی دارد، میتونه بر دیگران ظلم کنه، اجحاف بکنه، حقشون ضایع بگرداند. تا او زمانی که حقوق رعایت کنه بنده، اگر صاحب قدرت، صاحب حکومت، صاحب جایگاه و نفر، صاحب مال، دسترسی دارد که به کسی اجحاف بکنه، به کسی فشار وارد کنه به ناحق، و لحاظا او خودش را کنترل میکنه، الله تعالی با او هست. ولی اگر حقوق را رعایت نکنه، حقوق انسانها را، و در چارچوب مقررات و قانون، در چارچوب مقررات اسلامی رفتار نکنه و بگذاره، الله تعالی او را ویل میکنه و الله تعالی با او همراه نیست. مهم است که دو محور بزرگن که اینها خیلی مراعات میخواهند و نگهداری میخواهند، هم نگهداری الله و هم نگهداری خلق خدا، خدمت برای خلق، شفقت بر مردم و خلق. خلق تنها مردم هم نیست، دیگه حیوانات، ترحم، رحم کردن بر مردم، و این چیزی که مایه رحم الله تعالی می شود، مایه مهربانی الله می شود بر بندگان.
انسان ها هر انسانی باشن، به هر زبان صحبت کنن، از هر قومیت و تباری باشن، مسلمان باشن، غیر مسلمان باشن، دارای هر اعتقاد باشن، الله برداشت نمیکنه ظلم را بر انسان ها. اگر در حق خدا کسی کوتاهی میکنه، الله تعالی این را برداشت میکند، چرا که خدا قادر قویه، حقش را میتواند بگیرد، اما بنده قدرت گرفتن حق نداره و مگر حق او را الله بگیرد. حقوق العباد، حق بندگان بسیار سنگین تری از حق الله تعالی. اگر کسی آبروی کسی را ببرد، کسی مال کسی را ببره، کسی خون کسی را بریزد، این هر ستاران حضرت مساوی حرام قرار دادن. در حجت الوداع در منا برای حاجی ها صحبت کردن آن حضرت و صحابه را بیداری دادند و توجه دادند با کلمات که این سخنان من گوش کنید. فرمودند که خون شما، مال شما، آبروی شما، هر سه بر شما حرام. همینطور که امروز روز عیده و روز حرامه و روز محترمه و این سرزمین حرامه و محترمه و این سرزمین فرموده این مای حرامه. سه تا حرمت امروز جمع شده و لحاظا خون و آبرو و مال شما بر یک دیگر همینطور حرامه. فرمودن که این سخن من به دنیا برسانید، به آنانی که اینجا نیستن برسانید. خیلی مهمه که آنچرا که خدا و رسول حرام قرار دادن ما مورد تعرض از ما قرار نگیره، نه آبروی انسان، نه مال انسان، نه جان انسان، اینا را برابر قرار داده. و لحاظا کسانی که به مال مردم رحم نمی کنند، به آبروی مردم رحم نمی کنند، بدونند که در جنگ با الله تعالی هستند، در مخالفت با الله تعالی. کسانی که انسانی را گروگان میگیرند برای باجخواهی، خصوصا انسانها را برای وام هم بردن درست نیست. کسانی که خصوصا برای باجخواهی گروگان میگیرند و انسانها را به هر حال باج میخواهند از انسانها، کسانی که سرقت میکنند و راهی را میبندند و مالی را میبرند، کسانی که آدمی میکشند، کسانی که آبرو را میریزند امروز در این فضاهای مجازی و به هر حال بسیاری چیز، بسیاری تهمت ها به یک دیگر روا میدارند، بسیاری بهتان میبندند بازه و اخلاق انسانی را رعایت نمی کنند، اخلاق اسلامی را رعایت نمی کنند. کسانی که تهمت میزنند بر انسانها سنگین ترین جرم مرتکب می شوند و لحاظا اینها انسانهای با خدا نیستند، اینها انسانهای درست نیستند. و لحاظا عزیزان من مهم نگهداری الله با نگهداری حقوق مردم، با احترام مردم، با خدمت به جامعه و مردم. هر اندازه که از دست من بشه، از دست هر کس بشود، خدمت کردن،
برای مردم و شریک شدن در غم مردم، همراه شدن در شادی مردم که اونا را بیشتر خوشحال میکنه. مریض را عیادت کردن، با جنازه همراهی کردن، به تسلیت کسی رفتن و همدردی به انسانهای دیگر همان اندازه که برای شما ممکنه، برای همه ما ممکن است. این میتونه رضایت پروردگار به دست بیاورد. شما اگر دل مردم دلی را به دست آوردید، مخصوصا کسی که دلش شکسته است و کسی که مورد اجحاف قرار گرفته یا روزگار بر او فشار آورده است و شما دل او را به دست آوردید، شما خیلی نسبت به با الله تعالی نزدیک شدید، رحمت خدا را جذب کردید. همون که گفته دل به دست آور که حج اکبر است، و لحظه حج اکبر به دست آوردن دل مردم را به دست بیاورید با اخلاق نیکتون، با خدمت، با محبت، با همدردی، با ترحم بر بندگان. فرمود اگر کسی سر یک یتیمی دست بکشه، سر هر چی که زیر دستش می آید همون اندازه برای او حسنات و نیکی نوشته میشه، چرا که او دست از باب ترحم، از روی ترحم کشیده است. بر بچه ها شفقت، احترام بزرگان، کسی که محاسنش سفیده، سمت پدری را داره، به جای عموی، به جای برادر بزرگترها را احترام و بر کوچکها رحم و ترحم و شفقت. این توصیه آن حضرت صلی الله علیه وسلم و فرمودند که از امت من نیست کسی که بر بزرگان ما احترام قائل نباشه و بر کوچکها و سنشون پایین تره ترحم داشته نباشه. ترحم بر زنان، حرمت گذاری به زنان و احترام به زنان. و زن جایگاه بزرگ در جامعه داره. وان حضرت احترام خاص قائل بودن برای زنان، حقوق خاص قائل بودن برای زنان، حرمت گذاری کردن به زنان. و زنان انصار از کنار آن حضرت رد شدند، آن حضرت بلند شدند به حرمت زنان. و یهودی همسایه یهودی را اعادت کردند، مریض بود، همدردی کردند و روی این سروران گرامی تعلیم اسلام و تعلیم دین، تعلیم قرآن یک تعلیم جامع و کاملی است، در برگیرنده همه زندگی انسانه. تمام شؤونات زندگی انسان را در بر میگیره که متاسفانه امروز در زندگی ما مسلمانان پیاده نشده و ما به آن عمل نکردیم. کوتاهی از ما است. لحظه عزیزان من، هر جا هستیم و در هر شرایطی هستیم خدا را در نظر بگیریم و بر رعایت تقوا، رعایت پرهیزگاری خدا در نظر گرفته می شود. خدا راضی میشه. خدا با پرهیزگاران و نزدیکترین کسان به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پرهیزگاران. الله تعالی ما را توفیق بده که
هر جا هستیم با خدا باشیم. اگر ما با خدا باشیم خدا با ما خواهد بود و هر جا باشیم حافظ و ناصر ما الله است و خدا ما را یاری می کند، خدا ما را نصرت می کند. و روی این مسافران را در قدیم که خدا حافظی می کردن، دعای می کردن که چون مسافر با خود توشه بر می دارد که توی سفر نمانه، دعای خیر می کردن که الله تعالی تقوا را به عنوان توشه به تو عنایت کند، پرهیزگاری را الله به عنوان توشه، این توشه معنویه. اگر ما به توشه ظاهری نیت داریم، به توشه معنوی، به عرض کنم توشه معنوی به طریق اولا نیاز داریم. و لحاظ این با حفاظت چشم و با حفاظت زبان و با حفاظت همه وجود از گناه میسر است. چه زیباست که انسان سالم زندگی بکنه، برای هیچ کسی نقصان و ضرر داشته نباشه، نه ضرر جان و نه ضرر آبرو و نه ضرر مال. از تعالیم قرآن عظیم الشان یک کلمه جالبه که شاید تو فرهنگ های دنیا سراغ ندارم که این باشه، و اینی که کشتن یک انسان کشتن همه انسان هست. کسی که یک انسانی را بکشه که انه گویا همه انسان های روی زمین را کشته است، برای آن که وقتی این حرمت بشکنه، حرمت شکنی شد، خون حرام ریخته شد، این راه باز میشه برای دیگر انسان ها که آدم بکشن. میگه فلانی که آدمی کشت چه شد، من از او کمترم مگر. و تقریبا همه گناه ها به همین صورتن، ولی چون قتل سنگین این نص و این آیت آمده که الله تعالی می فرماید که این ما نوشتیم و فرض کردیم بر بنی اسرائیل. این دستور صادر کرد که کسی که یک انسان را بکشه همه انسان را کشته، و هر کسی یک انسان را مایه زندگی بشه و از تلف شدن و قتل و جلوگیری بکنه، همه انسان های روی زمین نجات داده. خیلی حرفه، خیلی مهمه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و امروز ما ببینیم که قتل توی جامعه چه اندازه زیاد شده است، کشتن مردم چگونه آسانه و خون مردم چه اندازه بی ارزش شده. و لحاظا خیلی مهمه که الله تعالی قتل یک انسان های، اون کسی که یک انسان را کشته یکی را نکشته، تمام مردم روی زمین گویا کشته است. و فرزند فرمودن حضرت آدم اولی کسی که قابیل برادرش حابیل را کشت، تا قیامت هرچی که قتل رخ میده یک گناه بر قاتل و یک گناه بر فرزند حضرت آدم، بر قابیل. و چقدر سخت بود و قابیل چه اندازه بدبختی آورد و دچار اشتباهش و گناهی که تا قیامت این گناه که انجام میگیره برای او گناهی نوشته میشه. خیلی سخته، خیلی مشکله. امروزه در بالاخره میبینیم من شما توی دنیا چقدر انسان کشته میشن.
و از فلسطین گرفته سرزمین های فلسطین و لبنان و به هر حال کل او سرزمین از هر طرفی که کشته بشن، شما حساب بکنید چقدر انسان کشته شده است و چقدر نهرهای نمیشه که جوی خون جاریه، بلکه نهر خون جاریه. و جنگ اوکراین و روسیه هم از اوکراین تلفات سنگینه، هم از روسیه، همه انسانه، این طرف هم انسانه، اون طرف هم انسانه و این انسان ها همه کشته می شوند. چرا انسان های که توانایی دارند، دسترسی دارند، بر نمی خیزند و بالاخره به هر توانایی که دارن مصرف بکنن برای جلوگیری از جنگ، برای اجرای آتش باز، برای گفتگو و مذاکره و رعایت کردن حقوق، حق کشورها، حق ملتها، حق اقوام، حق مذاهب. و این جامعه جهانی و انسانهای دنیا که امروز شعار میدن از پیشرفت و از ترقی و از تمدن حرف توی دنیا، از فرهنگ های ملت ها حرف توی دنیا، این اهل فرهنگ ها و اهل تمدن کجا هستند که بیاید پادرمانی بکنن، تحت فشار بگذارن طرفین، هر کدام که قبول نمیکنه زیر فشارش قرار بدن که قبول کنه، حق قبول کنه، هر کس باشه، مسلمانی غیر مسلمانی، دینداری غیر دینداری، انسان بشره و از خونریزی ها جلوگیری کنن. قرآن هم من قتل نفسا بغیر نفس فکن نفرموده من قتل مسلما، من قتل نفس انسان و من احیا نفس، زندگی کردن یک نفس انسانیه، جان انسانیه، هر انسانی باشه. و هم وظیفه انسانیه همه هست که دل بسوزن، اشک بریزن و هر کسی هر توانایی داره، ولو که در حد دعا باشه اگر بیشتر دسترسی نداره، و کسی که توانایی دوا را داره باید دوا و معالجه بکنه. و چرا این کشورهای اسلامی بهرحال میدانیم که با هم اختلاف دارن، ولی با داشتن این اختلاف حداقل برای اعمال آتش بس، برای جلوگیری از این خونریزی ها و برای ظلمی که در اون سرزمین مقدسه جریان دارد، چرا با هم متحد نمی شوند، با هم نمی نشینند کشورهای اسلامی؟ و کشورهای اسلامی مسئولیتشو سنگینه، مسئولیتشو خیلی وزینه، با هم بشینند و فشار بیاورند با توجه امکاناتی که الله به کشورهای اسلامی داده و شارک حیاتی که شارک اقتصادی دنیا است در دست مسلمانان با هم باشند و فشار بیاورند. اگر مسلمانی قبول نمی کنی او را بگن قبول بکنه، فشار بیاورند. اگر طرف اسرائیلی قبول نمی کنه بر او فشار بیاورند که قبول بکنه و آتش بسی اعلام بشه و از خونریزی جلوگیری بشه. و هم بعض صحنه‌های دلخراشن که برای همه جهانیان قابل قبول نیستن، قابل دیدن نیستن. خصوصا حمله در دیشب انجام گرفته در یک جایی از سرزمین فلسطین
و حکایت میکنن که 200 نفر کشته شده است. چه ظلم عظیمه! اینا کیان کشته شدن؟ اینا نه نظامی هن، نه شبه نظامی هن، اینا زنن، بچه هن، بی سلاح هن، بی دفاع هن. و همه این خونریزی که در اون سرزمین موجوده و تباهی اموال و نقصان مالی و جانی و آواره شدن مردم، وای که میتونه این را؟ کدام انسان قلبه که نمیتونه تحمل بکنه؟ آتش بس بسه اسرا، چرا این اسرا را نگهداری میکنند؟ هر دو طرف، هم طرف فلسطینی هم طرف اسرائیلی، اسرای خودشون رو تبادله کنند و آتش بس اعمال بشه. این کشور اسلامی تلاش کنند، کشورهای غربی، شرق و غرب، همه متحد بشن. با هم اختلاف دارن، اختلاف به جای خودشون که دارن، ولی اختلاف کنار بگذارن و از جنگ جلوگیری کنن، از خونریزی جلوگیری کنن، از خونریزی در سرزمینه های روسیه و اوکراین جلوگیری کنن. هر دوتا را کنار هم بشینن و همه بعضی از بعضی طرفداری میکنه، بعضی از بعضی طرفداری میکنه. بهتره که همه از حق طرفداری بکنه و اینجا هم همین کار بشه، این جنگ جلوگیری بشه و به هر حال آتش بسی اعمال بشه. و دعا کنید که الله تعالی توفیق بده که یادآوری است که چه بلوک شرق باشه، کشورهای شرقی باشن، قدرتها مخصوصا، و چه کشورهای غربی باشن، قدرتهای غربی باشن، اینا دنبال منافع خودشونند و تجربه شده است که اینا با هیچ کس نیستن. اینها دنبال منافع خود و لحاظا کشورهای کوچکتر این هم برای منافع خودشون رابطه برقرار کردند و فکرشون فقط و فقط منافع خود و منافع ملت خوده و اینها کشورهای کوچکتر درگیر میکنن ولی خود اصلا درگیر نمیشون. چرا که درگیری به نفع اونا نیست. اونا میخوان این درگیری سود ببرن، سلاح بدن و وابستگی ایجاد کنن که بیشتر وابسته اونا بشه، ولی هیچ کاری نمی کنن. هیچ کشوری، هیچ حکومت به هیچ کسی از اهل شرق و اهل غرب دل نبندن، فریب نخورن. وقت سختی ما دیدیم گذشته و تجربه است که وعده دادن اما سر وعده حاضر نشدن که همکاری کنند. و نقطه قوت و مهم برای همه کشورها، همه حکومتها آن است که به الله اتکا کنند، اتکا را خدا را داشته باشند، حمایت خدا را و بر ملت خود، مردم خود در کنار مردم خود باشند، رضایت مردم را بگیرند. والله تعالی به حبیبش حضرت رسول صلی الله علیه و تعلیم داده که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای رسول صلی الله علیه و سلم شما را الله کافیه، دیگه نیازی نیست که شما جای وابستگی داشته. وابسته و دل داده الله باش و کافی شما را مؤمنین. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. پیروان تو مؤمنین که از شما اتباع میکنه شما را کافیه. شما روی دیگران اصلا نیندیش، روی حق بیندیش، روی رای صحیح بیندیش، روی هدایت مردم بیندیش. و ملت نگهداری کنید. و این خطاب من به مسئولان خودم هستم که ملت نگهداری کنید. این ملت قدرت خدا داده
و این رحمت خداست. مردم ایران را نگهداری کنید، خدا را نگهداری بکنید. هیچ اعتماد داشته نباشین، هیچی نمینه دارن. بالاخره اینها برای دفاع وسایل دارن، میتونن به ما بدن ولی هیچ وقت به ما نمیدن. همین در حد یک لفظه و در حد یک شعر و حرفه. برای ملت حساب بکنید، وابسته ملت باشید، ملت را نگهداری کنید، الله را نگهداری کنید، کنار ملت باشید. ملت الان فشار بزرگی سر ملته و چون که کشور ما تهدیده و من دیگه این قسمت بیشتر حرف نمیزنم، ولی مردم واقعا تحت فشار، مالیات فشار سنگینی بر مردم وارد میکنه و عاجزن از دست مالیات و فشار اقتصادی، معیشت و در تنگنای. روزانه ما میبینیم که مردم توی خیابان اشعاری میدن و گریه میکنن. شما به اینها رسیدگی بکنید، هرچه داریم ما به اینها بدیم، زندگی اینها را درست کنید، حرف اینها را بشنویم. این سیاست صحیح و سیاست درست در مقابل شما را خدا دستور داده. حضرت رسول دستور داده که وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. شما برای پیروان خودتون بازوی خود را، شانه را پایین بیاورید، یعنی تواضع کنید در مقابل مردم. به رحمت للعالمین، به امام همه انبیا الله دستور میده که تو در مقابل مردم تواضع بکن. حاکم با خدا اونه که بازوش در مقابل مردم پایین باشه، حرف مردم بشنود. شما حرف مردم بشنوید، این مردم با شما باشند، خدا با ما باشه، هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه و شما به هیچ کسی نیاز ندارید. اگر خدا را داشته باشید و مردم را داشته باشید، کسی هم جرأت نمیکنه وقتی که بدونن که ملت حامیه، مردم حامیه، مردم هستن. شما هرچه مساعی و سیاست و توانایی دارید در این قسمت، هرچه فکر میکنید برای ملت ایران فکر کنید. و مردم تفتان به هر حال نگران و پریشان و حرف دارن، دلیل دارن و توصیه ما آنه که مسئولان حرف این مردم گوش کنند. مردم تفتان آبا و اجدادشون آنجا زندگی کردن و شاید چند صدی هست که اینها اونجا و این سرزمین سرزمین آبا و اجدادی اونها هست و زندگی اونها خراب نشود، مراتب اونها از بین نروند، دغدغه‌شون آبایشون خشک نشوند، باغایشون تباه نشه. حرفشون همینه و شما بشینید با اونها. اگر حرفشون نحق که قانعشون کنید و اگر حرفشون حق که بالاخره به حق رسیدگی بکنید. در نظر بگیرید اولویت به مردمه، نه با شرکتایی که از جای دیگه می آیند برای منافع خود، برای بهره برداری از معدن و گنج. اولویت به مردمه که مردم زندگیشون تباه نشه، مشکل گیر نکنم. مردم تفتان گریهشون بر همینه که محیط زیست داره تباه میشه، زندگی ما از بین میره. حرف منطقه دارن، حرف عاقلانه میزنن. اینجا آمدم پیش ماما، حرفشون همین بود و ما درخواست داریم که توی هیچ مسائل اعمال زور نشود.
دعای خیر این مردم میتونه سبز بکنه ماها و دعای بد و آه این مردم میتونه که برای ما مشکل درست بکند. روی منافع مادی فکر نکنیم که از هر منافع نگهداری ملت مهمتره، مردم نگهداری. و دیر شد، وقت گفته زود نماز برگزار میکنیم و دیر شد متاسفانه. آخری حرف اینه که بهرحال برای حل و فصل یک قضیه برای یک جریان بهترین راه گفتگو هست و ما خودمون همیشه تاکید میکنیم گفتگو را. حادثه جمعه خونین که پیش آمد ما گفتیم که ما اهل گفتگو هستیم، گفتگو رو مذاکره را هیچ وقت مخالفت نمی کنیم. هر کسی حرفی داره با ما حاضریم حرفش را گوش بکنیم. ما هم حرفی داریم حرفمون بگیم و حرف ما هم شنیده بشه، ما حرف دیگران هم میشنویم. ولی اعمال زور و اعمال فشار و احضار و این مسائل جواب نمیدهد. و تا حالا ما هیچ کسی که گفته ما صحبت داریم ما انکار نکردیم، گفتیم ما در خدمت وقت دادیم. خود بنده وقت دادم و حرف شنیدم، صحبتم را هم کردم و صحبت ما هم رسیده به مسئولان و افراد هیئت‌های از من رفته هم صحبت کرده در این باره. با بالاخره در حد مدیران صحبت بوده، در حد معاونین صحبت کردن، صحبت بوده و طرفین صحبت خود را کردن و معتقدیم که در حل قضایا تا زمانی که خودگذشتگی نباشه قضایا حل نمیشه. تو همین جریان های مردم خود یه زن و مرد دیگه اختلاف دارن. اگر دو تا طایفه اختلاف دارن و یک خانواده اختلاف داره مردم، بالاخره که میایم ما تشویق میکنیم که شما دو طرف مراعات کنید و بالاخره یک چیزی میدن، یک چیزی میگیرن و اگر آدم آماده نباشه که هیچی بده و بالاخره که نمیشه. باید یک سری مشکلات که هستین را شنید و اعمال فشار و نه بلکه با گفتگو. وقتی که باب گفتگو بازه و حقوق مردم مطرحه، حقوق شخص نیست. حقوق شخص به راحتی میتونه حقش را ببخشه ولی حقوق مردم مطرحه. بالاخره این حقوق مردم مراعات بشه، رعایت بشود و بالاخره مشکلی نیست، آسانه. این مسئله دل باز کرد باید و دست هم باید باز کرد. این بهترین صورت هست. و ما امیدواریم که الله تعالی سایر مشکلات ها حل بکنه و گرفتاری ها را از جامعه ما رد بکنه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.